köprü alıp tayavadı kuda kumaruz mekadu. میخوام که خانه دارشم مکتب خانه اما مسخره میکنه کسی ما نمیکنه بسواده که اصلا افکار رفت کیا که من سوم قپل سر تو به خانه ای تیج وقت چی نمیشی تو فرزنده تو به عقل سواد نداره او چه میبره خانه که نمیگفت шарифмоҳ абдулхаёва муваққатан дар шаҳри ҳисор зиндагӣ мекунад ва соҳиби 4 фарзанди ноболиғ аст. ӯ ҳанӯз 4 сол дошт ки модараш аз дунё гузашт ва шарифмоҳи хурдакакро дар тарбияи як сокини қизирқалъаи вилояти Хатлон доданд. аз нақли шарифмоҳ ӯро дар синни 16 солагиаш ба шавҳар доданд, вале бахти аввал омад накарду дубора бо марди калонсоле оиладор шуд ки фарзанди калонияш ҳамсоли шарифмоҳ қаҳрамони мо будааст. ӯро зарбаҳои пайдарпайи зиндагӣ хеле азият додаву худро бепушту паноҳ меҳисобад. дар рафти барнома ягон лаҳза беоби дида сухан карда натавонист, чунки дилаш ғубори ғам аст, пур аз аламу дард аст, ранҷ аст, билохира сахтиҳои ҳаёташ аст. беҳтараш биёед зиндагии пурдарди шарифмоҳро аз забони худаш бишнавем. бачаакум таваллуд шуд. اما خیلی عذاب میکشیدم گوشنا تشنا عذاب میکشیدم شکر نمیکردم که اویلم زندگی میشود. بعد صاحبی تو فرزند شدم که شهری مسکوه و تنبیه خیلی کردم که پدرم دستگیری میکنم. بعد 2012 شهری ҳисор آمدم چیز کار میکردم توالت میشستم در قدم بودک ҳисор توالت میشستم همه تولد شد بچه هم تولد شد همه با کار میکردم خونی هم مردک خدا شده روز کنه دستگیری کردم اول جا دادک جای کار داد چیزی داد کار کردم کار میدادم بعد گشتیم 2015 خیال کردم که یه کنم که مثال به پدر و به مادر رو نگویم که به هرچی نگویم گفتم همه شما گرفتم 2015 سیوم بخت من یکم بختم چی داشتگی دنیا پسادم دوی بختم دادم 3 فرزند مردی کاری میکردم من پرسینکا میرسم سمین بلو میرختم کاری مردی کردم کاری که پولش بسیار دارم همون حرکت میکردم که مثال مدرگوستم زیادتر تیه که او قشه او دو بچه هم درایی کنم ای قشه با ای بچه ما ای فکره گوشم قنه میفهمم کسری زود بدیل شدم بعد بچه اکم در قرغان بود در یا باکو در پیشی قراول بود شب روز فکر میکردم که ای بچه من چی خور چی پشی گفته اویلا میکردم که میبرم کوچه هرچی میگم تو به خانه ای تیج وقت چی نمیشی چی کار کردن من نداریست و فرزنده تو به عقل سواد نداره میگه برآمدم که بچه هم گیریه داره تا دستش بر میگم بچه چی کار میکنی میگه من بچه بی سوادم همه میگه که تو بچه بی سوادی و چه تو خونه نداره میگم بچه چی کار کنم اسمو بلا بده سرم نرسید من هم به پدر به مادر به اکایو ندانستم کجا رو چی کنم برایم پیش همی اپا اومدم که اپا فرزنده تو مکتب میرون؟ نه آخه چند جا مکتب رفتم گفت که معلم ها گفتن تو خانه نداری
اعتنا تو رفتم میشکن رو من نگاه نکرد. پول بیار گفتم زورم نرسید پول دادم. قید خانه ندارم اپا به مکانی به چیزی گفتش که من چی نمیکنم. بچه هاتون چند ساله هستن؟ یکش 2005 یکش 2009 یکش 2012 ایش 2017. ای خود قرقان پیاده کشالم از شهر ҳисор آمده که من ҳисор نمیدونستم دوشنبه را نمیدونستم. همه قبل دونستم که در شهر ҳисор مردی کاری میکنه. من نمیدونستم. مثلا پدری همین بچه که اینجاگی تو نگاه نمیکنن؟ ایده بالا زن بوده گفت زن حیکتگی بفهمیدم. در روزی که کار نیام خانه بویش میرم دروازش میزنم تق میکنم میبرویم اپا جان این تیماس بیا خانه تروم یا گلیم تشویم یا حولی تشویم توی لختر حجر خانه تشویم که هستم پول تکو تکم کشنه نمونه زمستانه گوده اصناف که شهر ҳисор خواه خیلی دایره های تشکیب رو که الان تیاوری گوده کم روز میکردم که اصناف کنه رفت که یکی من سامی قبل سر گفته چه خیلی گم میرسه گفته تیکوب رو لای دایره دا میشتم یخ میکردن بار بوریدسته اوچه میمرم خیلی که میگفت بچه من دردرونی ای تنم جیم پیرمه میبروارم بچه من میپیچونم که بچه هم نمبره خیلی که گفته هم خیلی که شیشتم به یه مرده که هنوز زاکر گفتنی مرد برو من خودش در شهر مسکو بزنش در خونه با پیش اوی رفتم گفتم اپا ایستورا بچه اکو میمره خیلی که در برف بوریده برو نمیدونم که جورم با گفت که مایل خیاگه نگو در یک کارخونه میشنونم تا پلیسی بنیدی میگفتم مایل اقلا پلیسی بچمیدی میشیشتم دمو خونه تریزا نداره خمیقه که برف ای بالا نمیرزه دراوی میکنی برف میدرویه در روی زمین ها خواه میرفتم که فرزندی من خنوک گرداشه مایل من چی دیدم ندیدم مایل اقلا فرزندم یا چی شوه میگفتم خونن یا سواد یاد من سواد ندارم نمیخوام نویسته نمیتونم باید خیلی مسخره میکنم تو کاری گفته هرچی میگم من لیکن ما خداوند کده ای فکری به خونگی به کسی من ای فکری فرزندای به سواد من خودم سواد ندارم اقلا فرزندم سواد ندارم که خدای هسته اگم بنده که هسته که یا خونگی هم باشه یاردم میکنه که همین زمستانه فرزندم در بیرون نمونن برای همه خپه شدم و گرده کش میکنم زورا میکنم که من یا خونگم باشه که ای خودم ببیند شنو 16 اگه اونجا میخونن یا که؟ نه نمیخونی برای چی؟ کن سرای نشد برای شما 16 ساله یگان بار مکتب نرفتین؟ چیکار میکنن؟ یگان مثلا خانه یگان کس نرفتین که زمین پا بیل کنین یا که؟ میکنم یگان بار پدرتون آمد سرا؟ میخوام که خونه دارد میخوام که خونه دارد مکتب خونه اما مسخره میکنه کسی ما نمیکنه بسواده همین کتی ها چند بار فروشی هم خیلی امیدواریم که پس از تماشای این نواری پرسوز آنهایی که در راه حق خیر کردن میخواهند و عموما افرادی که نیکبین و نیکسرشتند نسبت سرگذشت شریفموح و فرزندان دیدگیریانش
бетараф нахоҳанд буд.